قرآن میگه که کیست که اراده الله را اگر الله عیسی علیه السلام هلاک بسازه کسی هست؟ مریم هلاک بسازه کسی هست؟ البته از شیخ عبدالقادر جیلانی در اون زمان خبر نبودن چی پسان پیدا شد چی میگفته است؟ نعوذ بالله. قرآن چی اعلان میکنه؟ هیچ کس تصرف در هیچ سرزمین نداره. ولله خاص در اختیار الله است، به طریق ملکیت، به طریق مخلوق الله پیدا کرده، الله در ملک و تصرفش است، الله عبدش است، بنده هایش است. ملک السماوات پادشاهی آسمان ها و الارض از زمین مکمل در اختیار الله متعال است. و ما بینهما آن چیزی که در بین آسمان و زمین است، فضا، ابر، باران، کلش در اختیار الله متعال است، کسی در او تصرف نداره. یخلق ما یشاء، الله پیدا میکنه آن چیزی را که الله خواسته. عیسی علیه السلام بی پدر پیدا میکنه، آدم علیه السلام بی پدر و مادر پیدا میکنه، حوا علیه السلام بی مادر پیدا میکنه. هست کاری الله متعال است، کسی دیگری هست؟ والله علی کل شیء قدیر، الله بر همه چیز قدرت داره، توانایی داره، چی ضرورت داره که تصرفات به دیگه کس بده. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، ادعاهای بی اساس. این را میگه عقیده افراطی. خدا این قدر کلان معرفی کو که پرسان نکو دیگه. چرا کلان معرفی میکنه خدا؟ کسی سری از جای اعتراض کردن نمیتونه، خدا این قدر کلان معرفی میکنه خب که کس سرش اعتراض نکنه. پیرا این وقتا ما میره کم است، خبر داری؟ خدا آنقدر کلان معرفی میکنه که هر قدر کاری غلط بکنه تو سرش انتقاد نمیکنی. چی میگه؟ اگر تو بگی که پیر صاحب قطیزن یک جای در یک خانه است، میگه نه 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 او در عالم دیگه است. عجیب گپاره کشیده، عجیب گپاره. باز چی میگه؟ یکی شریعت است یکی طریقت. این کار در شریعت نارواست، در طریقت رواست. رقص در طریقت روا، در شریعت میگه نارواست. دختری مردم کمرش بسته میکنه، باز خدمتگار خانقاه جور میکنه. پیر صاحب چاپی کنه، چی کنه؟ چاپی کنه. عجیب اسلام است، عجیب عقل است، عجیب منطق است. شما یک دفعه خوب فکر بکنی چطوری گپ برش حاصل شد. علم دو قسم است، یکی لدونی است که چی هست؟ بگه کسبی است. یه علم لدونی داره. خب علی پیر صاحب شراب خورده چی بلا نشست؟ نه نه، یکی علم حال است یکی علم قال. تو علم قال خواندی، حال نخواندی، حال بخوانی در علم حال چی میشه؟ در عالم دیگه میره. خب پیر صاحب نماز نمیخونه، این خود نماز ندیدم نمازیشه، نه در جماعت میرن نماز میخونه. تو نمیفهمی بیعقل، این خود هر نماز خود در مکه میخونه. چه رقم میره؟ وی دیوال اسوار میشه. این بدبختی قدر دیوالی دور و درازی باغ میبره و یک نفر دیگر که خود در مکه نمیبره که نمازایش یک لگ نماز شود. ببینید تلبیسا را، این حالتا را ببینید. نعوذ بالله. الله اکبر. چقدر مردم گمراه ساخته، تباه ساخته به نام پیر، به نام مرید، به نام رقم. یهود و نصارا را الله میگه وقالت اليهود، گفتن یهود، و النصارا نصارا، هر کدامش علیده دعوا داشتن. نحن ابناء الله، ما خوب ابنای الله هستیم، بچهای الله هستیم. و قائل بودن که الله زن داره یا بچه‌ایش است. نه، اینجا ابن به مانا نازدان است. نحن ابناء الله، ما نازدانای الله هستیم. نازدانه چی رو میگه؟ نازدانه امو اولاده میگه که در ملک پدر هر رقم تصرف میکنه، پیسهش خرج میکنه، پاره میکنه، ریشش میکنه، هر کار که میکنه پدر هیچ چیز برش نمیگه. نازدانه. این ادعای یهود و نصارا است. و احباؤه، ما دوستای الله هستیم، نزدیکای الله متعال هستیم. الله میگه عجیب است. قل بگه پیغمبر علیه السلام با دوست خود آدم چی رقم معامله میکنه؟ فلما یعذبکم بذنوبکم، چرا شما را عذاب میده؟ حتی عذاب مسخ شکل و صورتایتان تغییر میخوره. بذنوبکم در مقابل گناهتان. عجیب نازدانه بودی او عجیب چیزده. دوستای الله و مقرب الله هستی. بل انتم بشر ممن خلق، نه بلکه شما انسان هستی. ابنیت نه، بشریت و ابنیت الله منافات داره. ممن خلق، از مردمی هستی که مخلوق پیدا شده. کسی پیدا شده باشه با خالق چی رابطه داره؟
یغفر لمن یشاء، بخشش میکنه الله با کسی که بخواه، و یعذب من یشاء، اختیارات در پیش کسی دیگری نیست که ذمه بزنه، که غم نکو ما هستم ما سینه بزنه، پدری کس نیست که تو استاد شوه این گپا بزنه. چرا؟ یغفر لمن یشاء، الله است که بخشش میکنه کسی را که بخواه، و یعذب من یشاء، عذاب میده کسی را که الله بخواه. ولله ملک السماوات، خاص در اختیار الله است پادشاهی آسمان ها و الارض، زمین، تصرفات و ما بینهما، آن چیزی که در بین هر دوست. و الیه المصیر، خاص به سوی الله بازگشتی تماما است. اونجا باز معلوم میشه که چی گپ است. ادعای بی اساس این میره مردم میگن، خیال پلو زدن. خیال پلو میشناسی؟ خیال پلو را میگه، یا میگفتن ما ضرورت به عمل نداریم، بعد اولادی پیغمبر هستیم، ما نیکاستیم، بس دیگه ما همو تو را میریم، خودی ما خواه او قدر چیزی نیستیم، خاص نیستیم. خو کلانای ما در تفت نفسش نان پخته میشد، نان پخته میشد. خبر داری نه؟ الله متعال میفرماید نه نه نه، این تصورات غلط، این ادعاهای بی اساس دور شود. پیش الله بندگی اهمیت داره. تو مخلوق هستی بشر، مخلوق بشر عالی به کسب و به تلاش و محنت خود به الله نزدیک میکنه که چقدر به الله نزدیک میشی. این ادعاهای بی اساس یهود و نصارا بود. امروز در جامعه ما این ادعاها هست یا نیست؟ سما میزنه میگه زمین جنتی بردن، جنت بردن گفت مستم ما میزنم. دیگه چی میگه؟ با من اینطور خیر سبک نظر نکنی، من خود قمارباز هستم، خود کلانایم. در نفسش نان پخته میشه. حالی تو ما تو را کار داریم، تو بدبخته قمارباز هستی، چکچور هستی، نماز نمیخونی، شراب میخوری، حالی نسبی تا به پیغمبر بستم میکنی. اگر دیگه کسا نمیکشتم تو را حتما میکشم، چرا که هم در نسب پیغمبر هستم کار غلط میکنی. حالی از او خاطر مردم ما چی میکنه؟ والا چی کنیم؟ موریس هم دستش بوسه کنیم گم که ما پیر سعی نمیکنیم. کی را سعی میکنیم؟ او پدرایش سعی میکنیم. خو تو کی قدر احسان داری، قدر مشفق هستی، سرمم رحم بکو. پدر امام که بالا پشتا را برسانیم، ده ابراهیم علیه السلام میرسیم، ده آدم علیه السلام میرسیم. سرمم شفقت کدستی مرا بوسه کده برو دوڑی خور. خیر دیگه این تو را عجیب گپ است. اگر لیازی پدرها را میکنی، اگر نیکی ذاتی آدم سعی میکنی، ذاتی از این خصای کو، اول دشمنی باری ازش آور. همین جادوگرا که به نام سید خود معرفی کرد، ها، که صبورای علنی، که صبورایی که از نگاه دین مردم که صبوری میکنن، این کم گپ است. چقدر نام پیغمبر بد کرده، منهج پیغمبر بدنام ساخته. اول قابل قتل و تلتکو بیده بی مردم است که از صحیح پاک پیغمبر استفاده چی میکنه؟ سو میکنه. از نسب پاک پیغمبر استفاده غلط میکنه. نمانشه. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، این اینجا است که عجیب است. قدر و منزلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کی میدانه؟ ما نمیدانیم. قدر و منزلت پیغمبر کسی میدانست که در زمان جاهلیت یک حصه عمر خود تیر کرده بود. جعفر رضی الله عنه را وقتی که نجاشی طلب کرد، از این طرف هدایا را برده بود ابو سفیان و کلانا رفته بودن اونجا که این مهاجرین او نگذاره پس ای کنه که اینجا بیا زیر شکنجه ما قرار بگیره. جعفر رضی الله عنه وقتی که خطابه میداد برای نجاشی، سخنای گفت که ما چی میکردیم، چی اعمال داشتیم، ولی پیغمبر آمد برای ما یک زندگی جدید، برای ما چی کرد؟ بیان کرد. ما در یک زندگی جدید آمدیم. واقعا در تاریخ و زمان یک پیغمبر میرفت، دیگه پیغمبر زود تکده می آمد. کمکی نقصانی که پیدا میشد پیغمبر دیگه ترمیم میکرد. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم در حالتی آمد که آثار توحید، آثار عبادت، آثار انسانیت، آثار حس انسانیت دوستی، آثار شفقت و ترحم مکمل از بین رفته بود. یک جا یک نقطه شفقت و رحمت نمیدیدی. اصول طوری جور شده بود که کسی سری از خود گرفته بتونه اونمو میراث ببره، اونمو چیسته حق داره، حق زندگی داره. زنا، اطفال، این بچه ها کلش باید قربانی شود. این چیز نبود. وقتی زندگی جاهلیت عرب آدم مطالعه بکنه، در مستوای دینی، در مستوای فرهنگی، در مستوای سیاسی، در مستوای اخلاقی، در سر حدی رسیده بودن که بالکل تصورش نمیشه. او قومی که از نگاه دین
برو شترچران خانه بدوش 4 سنگ پیدا کنه با سعی کنه که کدامش زیباتر است او را معبودی خود بسازه نصب کنه باز عاجزی برش بکنه طواف از پیش بکنه 3 دیگر را چی کنه 3 سنگ دیگر را دیگدان جور کنه. یک کسی که مستوای دینیش به این سرحد رسیده مستوای فرهنگیشان چی رقم است؟ فرهنگ داره عرب؟ نه بجز از اونمود طبیعتی که طبیعتا شعر میگفتن شاعری داشتن دیگر نه مدرسه است نه پانتون است نه تعلیم است نه تعلم است هیچ چیز وجود نداره. اقتصاد چطور است؟ اقتصاد فقط 2 سفر داره یک طرف شام یمن میره یک طرف یک دفعه در طرف شام میره. اقتصاد وجود نداره. اخلاقش در کجا رسیده بود؟ اونه دختره که خوردی خدا صرف به خاطر نمیگه که کسی نبیاد دروازه مرا تک تک نزنه که دختر از پیشم طلب نکنه و نگوید کس نگوید که این دامادی فلانی است امیر نگوید دختر خدا چی میکرد زنده بگور. حالات زمان جاهلیت عرب که آدم مطالعه بکنه باز قدر و قیمت رسول الله صلی الله علیه وسلم میشناسه که پیغمبر در کدام مرحله تاریخ آمده چی اهمیت داره. یعنی یقینا در جهان کمکی روشنیم دیده نمیشد کمکی پیغمبر در اینطور موقع آمده و یک دم این تاریکی ها توسط محنت و زحمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم زدوده میشه از بین میره در یک جامعه شترچران یک جامعه دیگری که از هر نگاهی بگوی اول نمره است از نگاه ایثار قربانی فداکاری تقدیم مال تقدیم جان مصرف انفاق اخلاق سیاست نظم دین زندگی قبل از اسلام و بعد از اسلام عرب مطالعه بکنید که براتون واضح شود که واقعا توسط آمدن پیغمبر علیه السلام چی تغییرات انقلابات عظیمی رخ داده. الله متعال که کدام خصوصیتی را برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم داده به می خاطر است که پیغمبر در زمانه فترت رسول آمده انبیا قطع شده بود نمونه توحید دلیلی گپا قطعا وجود نداشت تورات محرف انجیل محرف بقایای دین ایج بالکل محو شده بود. پیغمبر آمده توسط پیغمبر جهان جدید روشن میشه. محنت پیغمبر بسیار زیاد بوده. ما در جامعه مسلمان برای دعوت توحید چقدر تحمل مشقت میکنی راستی تا نبگو برای عملی کردن سنت رسول الله چقدر زجر میبینی از مسجد کشیده میشه لط میشه توهین میشه در کوچه ها سرت صدا میکنه او آبی از او طرف زن گفته صدا میکنه قصدن کدام حالت هسته او این گپا باید شوه این گپا به خاطر شوه که قدر دین بر ما معلوم شوه و همین قدر درک بکنیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم چقدر رنج دیده به خاطر دعوت دین برای گسترش دین چقدر رنج دیده انسان درک بکنه حقیقت زندگی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. پیغمبر که کدام مرتبه و مقام داره اموتور نداره عملا امتحان داده از او خاطر الله امیتور مقام و منزلت به رسول الله صلی الله علیه وسلم داده. دیگه اگر چه رخ سخن طرف اهل کتاب است اما ما باید افتخار داشته باشیم که اینطور پیغمبر آدم پیروی نکنه سنت اینطور پیغمبر آدم در زندگی خود عملی نسازه پیغمبری که از نفس ما کده هم مهربان بالای ما او اینقدر حریص به خیر رساندن برای ما که از پدر و مادر کدم زیاد است. چطور شده میتونه که سنت رسول الله گم شود پنهان شود ما از او دفاع نکنیم؟ بسیار سخت است. قرآن امی گپار امی نکته ها را میگه یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یا اهل کتاب آمده براتان رسولنا پیغمبر ما یبین لکم که واضح میسازه برای شما احکام شریعت را مسائل تمام آن چیزی که شما ضرورت داری علی فترت در کدام زمان آمده در زمانه فترت من الرسول انقطاع پیغمبرا زمانی که انبیاء علیهم السلام در بین چی قطع شده دیگه پیغمبر نامده ان تقولوا از جهت بد دانستن از که شما بگویی ما جاءنا که نامده بر ما من بشیر کسی بشارت دهند اولا نذیر کسی بیم دهنده اگر شما عذر پیش میکنی که بر ما نامده و این پیغمبر در بعد از انقطاع پیغمبر آمده
فقط جاءکم بشیر، یقینا آمده بر شما بشارت دهنده کسی که دعوتش میپذیره، و نذیر به کمال شفقت بیم دهنده کسی که دعوتش نمیپذیره. آمده براتون دیگه عذر و استدلال برای شما باقی نمانده که شما بگوید که ما مورد عذاب نمیشیم. چرا؟ در یک زمانه قرار داشتیم که پیغمبر وجود نداشت. بعد از عیسی علیه السلام پیغمبر نامده، ما در زمانی قرار داریم که ما بعد عذاب نشویم. این پیغمبر براتون آمد، دیگه عذر نداره، قطعا نداره. فترت انقطاع میگه. در بین موسی و عیسی علیه السلام 1700 سال تیر شده. 1700 سال. در بین 1700 سال 1000 پیغمبر تنها در بنی اسرائیل آمده. در ظرف 1700 سال 1000 پیغمبر تنها در بنی اسرائیل. در دیگه قوما که آمده یک قوم بدون پیغمبر نبوده. دعوت دین الله و کل قوم رسیده. و در بین عیسی علیه السلام و پیغمبر علیه السلام 600 سال، یک روایت و یک روایت هم 500 سال موجود است. در بین از این پیغمبر نآمده. اینی را زمانه انقطاع پیغمبران میگه که در لغت عربی را فترت الرسول میگه. زمان انقطاع پیغمبران علیهم السلام. الله متعال میگه ای بنی اسرائیل دیگه عذر را پیش کرده نمیتونه که ما در زمانی قرار داشتیم که انقطاع آمدن پیغمبران بود. نه، یقینا آمد براتان رسولنا پیغمبر ما. آمده خو مثل مولای فارغ شده ما واری شاید باشه، در مسجد امامت میکند، 10 سال امامت کرده، یک روزم نه در توحید دعوت داده نه در سنت. فارغ جامعه مدینه است. کفالتش هم از اون طرف میشه که دعوتگر است. این چی هست بگو؟ مثلا دعوتگر است. اینطوری شاید باشه، پیغمبر هم آمده باشه خواهی رقمی باشه. نه، یبین لکم، واضح بیان میکنه برای منفعت شما. پیغمبری نیست که پنهان کرده با خدا. علا فترت من الرسول، در انقطاع پیغمبران علیهم السلام. چرا رو آمده براتون؟ ان تقولوا، ای الله تقولوا، یک ترجمه طور میشه که شما واز نگوید در اعتراض و عذر خود. ما جانا که نه آمد بر ما من بشیرین کسی بشارت دهنده ولا نذیر نبیم دهنده، که شما دیگر روز نگوید که بر ما کس نآمده بود. ما در موقع و زمانه قرار داشتیم که کس نبود. فقط جاکم بشیر، یقینا آمد برایتان خوشخبری دهنده و نذیر بیم دهنده. والله علی کل شیء قدیر، الله بالای هر چیز قدرت داره. بیتانه دمی زمانم پیغمبر روان میکرد لیکن نکرد بنابر یک حکمت. چرا؟ حکمت ده ایست که قدری پیغمبر شما بدانید. چرا؟ امی قدر مدت عمرتان در تاریکی تیر کرده، در جهالت تیر کرده، در خشونت تیر کرده، در بدبختی تیر کرده. آلی قدر این نعمت بدانی پیغمبر آنقدر نوازش بده که پرسان نکو. چرا؟ به خاطر که دین محو شده بود، جای سنت بدعت گرفته بود، جای دین بدینی گرفته بود، جای الله پرستی را سنگ پرستی بت پرستی گرفته بود. شما دیگه آلی یقینا قدری نعمت باید بدانی. امروز ملت مسلمان ایمان باید شکر الله را بکشه. واقعا من گاهی برادرای و خواهرها را میگم که اینمی نیکبختی تان است. خدا که دمی حالت میبینی بسیار اظهار شکر الله را بکن که در موقع شما برابر شده که کتاب الله را در پشتش میشینی، از خانه های دوریتان برای درس قرآن میای. یقینا سر ما و شما هم میتونی یک زمانه تیر شده یا نه تیر نشده؟ مکمل تیر شده. پیشتر چی گفتیم؟ از نگاه علم، از نگاه عمل، از نگاه عقیده حالات سری مردم ما آمده که از گفتن نیست. آدم گفتن نمیتونه. الله تعالی یک دم در روشنی قرار داد ما را، یک دم. حالی که ما قدری نعمت الله را نکنیم خیر کی میکنیم؟ چی وقت میکنیم؟ دیگه احسان الله سر ما و شما زیاد است. الله از ما نگیره که واقعا ما خدمت دین و عقیده را بتانیم. یقینا در زندگی انسانی از این کده نعمتی بزرگ قطعا نیست. انسان سر نمی نعمت شکری الله را باید بکشه خلاص. او شکرش به نمیسته که یک لحظه آرام ننشینی. دعوت به عقیده، گسترش عقیده، نشر عقیده، خدمت عقیده به هر رقمی که یاد داری باید بکنی. سر ما و شما همین حالت آمده بود. خودم خاکی قبر خوردم. والله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز قدرت داره. بی موت و خدمت موت هم الله قدرت داره. کل گیره درای دید بیاره. لیکن الله متعال تو را امتحان میکنه و تو را امتیاز میده.
اگر ما در دعوت کسی مقابلی ما نباشه تو چی امتیاز داری؟ او هم بپذیره تو بپذیرفتی، چی امتیاز داری؟ امتیازی تو در اینمیسته که تو مردم در طرف دین الله دعوت میدی و برات دشنام میده و برات بد میگه او تاپه میلگانه، اینی امتیازت است. و تو به خاطر رضای الله دشنامیشه به سر و چشم، دویشه به سر و چشم، لطیشه به سر و چشم، تخریبشه به سر و چشم، صرف به خاطر چی؟ بگه به خاطر دین الله. این امتیازتان است. اگر ما از این نعمت بزرگ الله استفاده نکردیم دیگه واقعا که ما بسیار ناشکری و ناسپاسی بزرگ کرده باشیم. الله متعال به اهل کتاب همینطور میگه، لیکن اصل رخ سخن اگر چی طرف اهل کتاب است حقیقتا ما را تنبیه میده که یقینا برای ما پیغمبر در زمانی آمده که ما خیلی نیاز داشتیم، خیلی. خودی پیغمبر خدا آمده، خود حدیثی پیغمبر برای ما آمد، کتاب الله برای ما آمد، دم روی ما مانده شد، عقیده خود از کتاب الله گرفتیم و عمل از حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم. یقینا نیکبخت هستیم. الله ما را توفیق نصیب بکنه از خدمت دین که ما تعهد بسپاریم که در تمام عمر خدمت عقیده و کتاب الله و سنت رسول الله را میکنیم. الله ما و شما را توفیق نصیب بکنه. و اذ قال موسی لقومه، قابل یادآوری است در آن وقتی که موسی علیه السلام برای قوم خود میگه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، ای قوم ما یاد کنید نعمت الله را علیکم که بالای شماست. چی رقم نعمت؟ اول نعمت اذ جعل فیکم انبیاء، به خاطر که گردانی داده بین شما الله انبیاء پیغمبران علیهم السلام. این نعمت دینی است، عالی نعمت است. و جعلکم گردانیده نعمت دنیوی ظاهری را، ملوکان شما را پاچه جور کرده. و آتاکم شما را داده ما اوتور نعمت را لم یؤتی احدا که نداده به یکی من العالمین از دیگه مخلوقات زمانه تان. مخلوق زمانه تانی تو نعمت ندارد. پیغمبران هم وقتی انسان تقریر میکنه چه قسم تقریر کنه؟ بخیزه به مردم بگه او مردم اینطور است، او مردم اینطور است، مردم یک دم در مقابلت میخیزه. تقریر برای خود شیوه داره. اول نعمت الله را برش چی میکنه؟ پیش میکنه. بنی اسرائیل نعمت الله را یادآور شده، مستحق عملی کردن احکام الله اول شماسته. چرا؟ احسانات الله سر شما زیاد است. ما اگر نمازی ما قطعی نماز دیگه مردم فرق نشه، یقینا که ما شکر نعمت الله را نکشیدیم. اگر اخلاق ما با اخلاق مردم دیگه فرق نشه، اگر روزی ما با روزی مردم دیگه فرق نشه، اگر زندگی و معیشت ما با امرای مردم دیگه فرق نشه. ما خواهرا را میگم که خواهرا وقتی در مدرسه میای شما نمونه الگوستی خلاص با یک دختر دیگه حتما فرق و تمیز شما شود، حتما. چرا؟ تو در درس قرآن آمده ای. بچه که در درس قرآن میشینه او بچه با بچه های دیگه زمین و آسمان فرق داشته باشه، در سخن زدنش، در نشستش، در برخاستش، در گپش، در خندش، در عبادتش، در همه چیزش. یکی شاگرد قرآن است، یکی شاگرد موسیقی، یکی شاگرد شراب و کباب. زمین و آسمان فرق داره. از او خاطر شکری الله متعال بکشه. از آیات قرآن برای ما معلوم شد اول نعمت چیسته که در کدام معاشره علم دین شایع میشه، اون نعمت بزرگ است. از او خاطر موسی علیه السلام اول نعمت برای بنی اسرائیل را یاد میکنه که الله در بینتان انبیاء را گردانیده.